سلام آرموتورمندای عزیز، یه نکته دیگه میخواستم بگمتون بابت شغل کردن این ستونا که بعضی ها میامدن با اینجور چوبی با اینجور تخته ای شغل میکردن که خیلی مثلا اشتباه میشدن، یا مهندس ناظر یا مدیر پروژه میبودن میگفتن آقا این شغلتون ستونتون شغل نیست. اما ما یه چیز دیگه پیاده کردیم، شاید هم خیلی ها پیاده کرده باشن این کارو. این نکته خیلی جالبتر و خیلی ترتمیزتر که نمیخواد دو نفر آدم هم باشه، از اون برم راحت میتونی شغل کنید. آقا بیار دوربین جلو، نگاه کنید یه خط داره اینجا. الان این ستون تقریبا 1.5 سال ناشاغله که مثلا از اون ور این ستون شل کنن شاغل میشه. بسار رضا ستون کمک شلش کن که این دیگه خود رسمو میره راحت میچسبه به اون. شلش کن یه ذره دیگه. خوبه آقا خوبه. این الان شد ستون شاغل. ارتفاع ستونم تا 3.5 تا 4 متر تا هر ارتفاعی باشه راحت جواب میده که ستونتون نمیخواد ناشاغل نشه. با این روش پیاده کنید. خیلی ممنون.